باز دوباره این یخچال خالی شده که پسر بدبخت من این همه کار میکنه، هی میاره پر میکنه یخچال، تو هی پر کن ببر واسه مامان جونت. مادر جون این حرف تو خیلی سنگینه ها. شما که اهل مسجد نمازی چرا داری تهمت میزنید؟ من سنم زیاده ها، فکر کردی مثل پسرم خرم ها؟ چه خبرتونه صداتون داره تا پایین میاد؟ سلام پسرم، خسته نباشی؟ هیچ قربونت برم، هیچ خبری نیست. داشتم با عروسم یکم درد دل میکردم، بهش گفتم کاش که مادرت اینجا بود، حداقل منم یه هم صحبتی داشتم. زهرا جان چی شده؟ پشت در بودم شنیدم مامانم بهت چیا میگفت. جان سجاد گریه نکن، الان میرم درستش میکنم. نه سجاد، این یه اختلاف بین من و مادرت بود، پس به تو هم ربطی نداره. نمیخوام به هر دلیلی باعث بشم مادرت ازت دلخور بشه. اگه میخوای بری، احترام به مادرت یعنی احترام به من، پس دخالت نکن.